بسم الله الرحمن الرحیم. نحوه لمینت کردن لایی پرشین روی پارچه ژاکارد. برای مانتو مجلسی داریم کار میکنیم. اول به خاطر اینکه پارچه خیلی زبر هست ما یک لایه پرشین براش میچسبونیم. اگر میخواین آستر بچسبونین هم عین الگو روی آستر هم قرار میدین. نحوه اتو کشی از بالا به پایین هست و اتو رو در موقع چسبوندن لایی حتما بر میداریم و میذاریم. لایی رو نمیکشیم زیاد. اتو رو بر میداریم و دوباره میذاریم. به صورت ردیفی این کار رو تکرار میکنیم تا اون قسمت هایی که حباب ایجاد میشه زیر لایی ایجاد نشه و کار به صورت یک نواخت چسبونده بشه. یه سری دستگاه ها هستن به اسم دستگاه فیوزینگ. این عمل رو به صورت اتوماتیک لایی رو میچسبونن. عزیزان دقت کنید، قبل از اینکه برش انجام بدید حتما اول لایی رو میچسبونید، بعدش برش رو انجام میدین. حباب گیریش رو انجام میدیم قشنگ. جایی که نیاز داره قشنگ چسبونده بشه محکم میچسبونیم. الان بریم برای برش. کاملا لمینت کردیم، جایی نمونده. الان بریم برای برش.